پسرم زنده بودو در این خانه حق داشتی. کوچک بچه‌هات گرفته نشوه کنه خانه ای من. اگر خودتان رو پرتافتنی باشه این بدترین وریانت است، چون که آب دریا پس غرق نمیشه. در این میان یگانجاتون میشکند معیوب میشه. زنی دوپه درست از او سر آیله آباد دارید، خانه آباد دارید. مای هم خونو به کجا میبرم رویه؟ عقل علی بزرگ آسشتی؟ همه لباسای پسری من خریدگی. اما که این خانه دادم پشتگی زموی قوله که داسی. رفگم شب کودک. آچه جان اخی نکنید التماس. شاید فرزندان شیرین و شوهر مهربان داشته گید. شوهرم 2 ماه پیش وفات کردن. شما چی دانید که حیات وزنی چیست؟ اگر گویم که در نتیجه صدمه هم مادر و هم فرزند ما از دست دادم و در نتیجه زنده بودنی من هیچ معنی ندارد، پس من دیوانم. هنگامی از خانه برآمده رفتنتان فرزندانتان برایتان چی گفته بودند؟ دخترم از سحری کجا میری؟ شیر میبیارم. بچت به تو نمیتاند. درو بیا. بغیر از به خانه برگشتن دیگر وریانت ندارید. برای چی به مکم زنگ زداسید؟ میخوام اقلام برای شما یاردم کند آخر. حق داریتان. یاردم و ها دکار نه. دکار باشد من خودم کار میکنم. من یکم مورد دادکار کردن نمیموندم. مثلا چیزی کار کردن ممکن. بچه میکشانم. من دیکاری میکنم. فقط و ها یاردم نگوید شد. موی محافظت میکنم. دیگه یکم قید از کریم نیست بچه. مانده شده. من هیم وجا. من هیم. من دستگیری میکنم. میراج بچه جان. ها بچه جان. رفته اخوانی همسایه ما شیرگرام بیا. حاضر که بیدار میشد. خوب شده است آچه جان.
духтарам, ин шароити ман ба азоб киштосиам. Дигар илоҷи ман нест пидаҷон. Туи духтари камбағала дӯст дошту, маҷбур када гифту, туи хуштомонат дӯст надоште. Ҳамин оқибати нағзидан ҳамин де. Ҳичи бачам. Ягонта кор беҳикмат не. Пидаҷон, бачаи шумо монда. Кор бубром чӣ хел.